به نام خدا، سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما والدین گرامی و دانش آموزان عزیز. در این کلیپ قصد داریم جزئیات آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی رو خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. خب، زمان ثبت نام آزمون‌های ورودی سمپاد و نمونه دولتی چه تایمیه؟ شما میتونید از روز شنبه 16 فروردین ماه 1404 ثبت نامتون رو شروع کنید و فرصت دارید تا روز جمعه 22 فروردین 1404 و در این بازده زمانی میتونید ثبت نامتون رو انجام بدید. توصیه میکنم به هیچ عنوان ثبت نامتون رو به روزهای آخر موکول نکنید و همون روزهای اول حتما ثبت نامتون رو نهایی کنید. از طریق سامانه مای مدیو باید ثبت نامتون رو انجام بدید و وارد خود سامانه مای مدیو بشید و ثبت نامتون رو تکمیل کنید. زمان آزمون که یه آزمون پایه دهم مدارس سمپاد و نمونه دولتی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 33/1404 برگزار خواهد شد. مراحل ثبت نام به چه شکل هست؟ در خود سامانه مای مدیو یه نمونه برگ الکترونیکی طراحی شده که اونجا تقاضای ثبت نامتون رو باید در واقع تکمیل کنید و پر کنید. یه نکته خیلی مهم وجود داره که جلوتر هم بهش میپردازم. شما باید اولویت انتخاب کنید. به عنوان مثال شما میگید من ریاضی مدرسه نمونه رو میخوام، رشته ریاضی مدرسه نمونه، رشته علوم تجربی مدرسه سمپاد. حتما باید در اولویت ها حواستون رو جمع کنید، چون بعد از فرایند ثبت نامتون که تمام شد امکان تغییر جابجایی اولویت به هیچ عنوان وجود نداره. حواستون به این نکته جمع باشه. و مورد دوم، حتما یک فایلی از عکستون داشته باشید، عکس 3x4 پرسنلی. یه فایلی از عکستون داشته باشید که موقع ثبت نام باید بارگذاری کنید که اون لحظه دیگه به مشکلی نخورید. مبلغ ثبت نام خود آزمون‌های ورودی 130,000 تومنه که از طریق خود درگاه اینترنتی سامانه پرداختتون انجام میشه. هر گونه پرداخت خارج از سامانه فاقد اعتباره. حواستون رو جمع کنید. مبلغ ثبت نام هم ثابته. اینجوری نیست که مثلا یه دانش آموز 150 بده، یه دانش آموز 130 بده. نه، به هیچ عنوان. مبلغ ثابت هست. دریافت شماره پیگیری به شدت مهمه. دانش آموزان عزیز، والدین گرامی، اینجا رو خوب دقت کنید. بعضی از خانواده ها وارد سامانه میشن، ثبت نام میکنن، ولی کد رهگیری و شماره پیگیری رو دریافت نمیکنن. میرسه به روز آزمون، حالا چند روز قبلش میخوان کارت ورود به جلسه رو بگیرن، وارد سامانه میشن، سامانه اصلا کارت ورود به جلسه رو براشون صادر نکرده. چرا؟ چون اصلا اینا ثبت نامشون تکمیل نشده که حالا بخوان کارت ورود به جلسه رو بگیرن. پس حتما روی این مورد خیلی حساس باشید که شماره پیگیری به شما بده. یعنی در انتها، در پایان ثبت نامتون شماره پیگیری رو بهتون بده. شماره پیگیری فقط به منزله ثبت نام قطعی داوطلبه. حواستون باشه شاید اون مبلغ 130,000 تومان هم پرداخت کنید ولی در آخر ثبت نامتون تکمیل نشه و شماره پیگیری هم بهتون نده. خیلی این نکته رو بهش دقت کنید که شماره پیگیری رو دریافت کنید و حتما هم جای یادداشت کنید که برای خودتون داشته باشید. برای مراحل بعد حتما بهش نیاز دارید. اما شرایط و ضوابط اختصاصی مدارس سمپاد به چه شکل هست؟ ببینید، مدارس سمپاد از دو طریق در واقع دانش آموز میپذیرن. بین دو تا گروه دانش آموز رو میپذیرن. گروه اول، دانش آموزان پایه نهم غیر مدارس سمپاد. دانش آموز کلاس نهمی که مدرسهش غیر مدرسه سمپادیه، مدرسه تیزوشان درس نمیخونه، مثلا مدرسه نمونه هست، در حال حاضر داره مدرسه نمونه درس میخونه، در حال حاضر مدرسه عادی داره درس میخونه. پس شما دانش آموز عزیز، اگر الان مدرسه سمپاد نیستی، پای نهمت، الان این شامل شما میشه. الان خوب دقت کن، اگر میخوای بری مدرسه سمپاد و پای نهمت غیر مدرسه سمپادی هستی، حتما اگر این دوتا مورد رو داشته باشی میتونی در آزمون ها شرکت کنی. مورد اول چیه؟ مورد اول اینه که معدل خرداد ماه پایه هشتم شما
و اینجا و به کار برده، نگفته یا این یا این، گفته و نوبت اول پایه نهمت حداقل 19 باشه. پس چی شد؟ دانش آموزان پایه نهمی غیر مدارس سمپاد معدل خرداد ماه پایه هشتمتون و معدل نوبت اول پایه نهمشون حداقل باید 19 باشه. حداقل باید 19 باشه. این نکته رو هم عرض کنم که طبق سوالهایی که ما از مسئولین داشتیم، خود سامانه اگر که سمپاد رو نتونید برید اجازه بهتون نمیده. حواستون به این نکته باشه. یعنی سامانه در واقع اجازه میده که حالا ثبت نام کنید، یا اینکه نه ممکنه اجازه هم نده. حواستون به این نکته باشه که مثلا مشکلی به وجود نیاد. اما گروه دوم چه گروهی هن؟ گروهی هن که جزء مدارس سمپادن، یعنی دانش آموز پایه نهمش رو در مدرسه سمپاد گذرونده، ولی ایشون معدل خرداد ماه پایه هشتمش یا نوبت اول پایه نهم ایشون کمتر از 18 شده. یعنی دانش آموز پایه نهم مدرسه سمپاد که معدل نوبت اول پایه نهم یا معدل خرداد پایه هشتمش پایینتر از 18 بشه، ایشون برای ورود به پایه دهم مدارس سمپاد باید در آزمون شرکت کنه و مستقیم نمیره. ولی دانش آموزانی که بالای 18 را هستن مستقیما پایه دهم مدرسه سمپاد ثبت نام میشن. اینم از جزئیات شرایط پذیرش مدارس سمپاد بین این دو گروه. اما بریم مدارس نمونه دولتی. مدارس نمونه دولتی، نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید اینه که رقابت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی بین دانش آموزان همان منطقه خواهد بود. یعنی دانش آموز منطقه دیگه‌ای اگر مدرسه نمونه دولتی در شهر خودش باشه نمیتونه منطقه دیگر رو انتخاب کنه. یعنی بین دانش آموزان همون منطقه فقط رقابت هست. خوب حواستون رو جمع کنید. دانش آموزان در هر منطقه‌ای که دارن درس میخونن اگر مدرسه نمونه دولتی در اون منطقه باشه اجازه انتخاب مدرسه نمونه دولتی منطقه دیگر رو ندارن. نکته‌ای که حتما باید بهش توجه کنید. در مناطق فاقد مدرسه نمونه دولتی، یه منطقه ممکن مدرسه نمونه دولتی نباشه، باید یکی از رشته‌های مدارس نمونه دولتی سایر مناطق رو انتخاب کنن. یعنی در صورتی که در اون منطقه مدرسه نمونه دولتی نباشه اجازه دارن یکی از رشته‌های مدارس نمونه دولتی سایر مناطق رو انتخاب کنن. در این صورتی که شما میتونید یه مدرسه نمونه دولتی منطقه دیگر رو انتخاب کنید. یه نکته هم بگم، ما در شرایط و ضوابط پایه دهم مدرسه نمونه چیزی تحت عنوان معدل نداریم که بگه آقا معدل دانش آموز مثلا باید فلان بشه. نه، معدل ذکر نشده. نگفته شما نوبت اولتون بالای 18 بالای 17، این عددها به کار نرفته. اصلا معدل گفته نشده. فقط گفته شده که شما میتونید منطقه مورد نظر خودتون انتخاب کنید، رقابت بین همان منطقه است و این موارد. اصلا حرفی از معدل زده نشده. خب هر داوطلب صرفاً میتونه در نمونه برگ تقاضای ثبت نام یک دبیرستان و یک رشته تحصیلی از شاخه نظری رو انتخاب کنه. مدارس نمونه دولتی، خوب دقت کنید دانش آموزانی که میخواید برید مدرسه نمونه، یعنی چی یک دبیرستان و یک رشته؟ من میخوام برم مثلا دبیرستان نمونه دولتی مثلا منطقه 1 و فقط یک رشتهشو میتونید انتخاب کنید، رشته ریاضی فیزیک. یا نه اگر تو شهرستان میخواید برید، مثلا من میخوام برم مدرسه نمونه رشته علوم تجربی، تمام دیگه رشته ریاضی همون نمونه رو نمیتونی انتخاب کنی، یک رشته و یک دبیرستان و تمام. یعنی فقط یک رشته از اون دبیرستان رو میتونی انتخاب کنی، ریاضی، تجربی، انسانی. حالا اگر که علوم معارف هم باشم میتونی، یعنی یکی از این 4 تا فقط، ریاضی، تجربی، انسانی و علوم معارف معمولا نیست، ولی خب اگر باشه میتونید انتخابش کنید. خب رقابت علمی برای ورود به هنرستان‌های فنی حرفه‌ای نمونه دولتی، این نظری بود، این شاخه نظری بود بالا. پایینی در رابطه با هنرستان‌ها داریم صحبت می‌کنیم. رقابتشون به صورت معمولا استانیه، یعنی بدون محدودیت ناحیه، منطقه و شهرستانه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموزی که میخواد بره هنرستان نمونه، معمولا حالا تو استانها حالا خیلی مثل مدرسه شاخه نظری تعدادشون زیاد نیست.
شما میتونید مثلا بگید که من فلان منطقه رو میخوام برم، یه جای دیگر رو میخوام برم، هیچ اشکالی نداره. شما میتونید منطقه دیگر رو انتخاب کنید، هیچ محدودیتی وجود نداره. پس رقابت علمی برای ورود به هنرستان‌های فنی و نمونه دولتی بدون محدودیت منطقه و ناحیه و شهرستانه، یعنی آزادانه شما هر منطقه‌ای رو میتونید انتخاب کنید، محدودیت انتخاب مدرسه ندارید. و نکته مهم، شما 4 تا انتخاب هم دارید. هر داوطلب میتونه در نمونه‌برگ تقاضای ثبت نام 4 تا اولویت، الکترونیک نمونه مثلا فلان منطقه، الکتروتکنیک جای دیگه، مکانیک جای دیگه. حالا این رشته ها باید زیر مجموعه هنرستان نمونه باشه دیگه، شاخه فنی حرفه‌ای. پس هنرستان های نمونه دولتی شاخه فنی حرفه‌ای شما 4 تا اولویت میتونید انتخاب کنید. پس نمونه شد 1 اولویت در شاخه نظری، هنرستان های نمونه شد 4 تا اولویت شاخه فنی حرفه‌ای. و حالا جلوتر هم بابت رشته سمپاد، مدارس سمپاد صحبت خواهیم کرد. خب، مواد امتحانی، تعداد و ضریب سوالات آزمون پایه دهم مدرسه سمپاد و نمونه دولتی. آزمون ها، خوب اینجا دقت کنید، آزمون ها 2 دستن، استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی. استعداد تحصیلی یک نمونه سوال و استعداد تحلیلی هم یه نمونه سوال دیگه. پس ما تحصیلی داریم و تحلیلی داریم. خب این دو نمونه سوال وجود داره. اما برای محاسبه نمره مدارس سمپاد و مدارس نمونه دولتی فرق میکنه، محاسبه ها فرق میکنه. برای مدارس سمپاد دانش آموز اگر آزمون میده، معیار محاسبه نمره از طریق وزندهی 50-50، یعنی استعداد تحلیلی شما 50% اثر داره، استعداد تحصیلیتون هم 50% اثر داره. خوب دقت کنید، حواستون رو جمع کنید، اینجا حواستون رو جمع کنید. معیار محاسبه نمره برای آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد، این نکته هم تو پرانتز بگم، آزمون سمپاد نمونه دولتی جدا نیست، یکیه، در یک روز برگزار میشه، ولی محاسبه نمرش جداست. یعنی محاسبه نمره برای مدارس سمپاد جداست، نمونه دولتی هم جداست. دانش آموزی که میخواد بره سمپاد، استعداد تحلیلیش 50% حساب میشه، استعداد تحصیلی 50%. جلوتر میگم تحلیلی و تحصیلی چیه. تحلیلی که همان هوشه، تحصیلی هم نمرات در واقع سوالاتی که از کتاب‌های درسی پایه نهم طرح میشه. پس این محاسبه نمره برای مدارس سمپاد. اما بریم مدارس نمونه دولتی. برای مدارس نمونه دولتی از طریق وزندهی به نمره کل استعداد تحلیلی 10%، یعنی آزمون هوش برای دانش آموزانی که میخوان برن مدارس نمونه، استعداد تحلیلی 10% اثر داره. تحصیلی یعنی سوالاتی که از کتاب‌های پایه نهم طرح میشه 60%، این آزمون شما میشه. 10% تحلیلی تو آزمون براتون مهم اهمیت داره و 60% تحصیلی. این آزمون تمام. میریم سراغ معدل کتبی، یعنی معدل کتبی نهاییتون، امتحانات دروس نهایی که در پایه نهم میرید امتحان میدید. این معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم بدون اعمال نمرات تکوینی 30% ارزش داره. اگر خلاصش رو بخوام بهتون بگم اینجوری میشه: سر جلسه ی آزمون 10% آزمون هوشتون اهمیت داره، 60% پاسخ به سوالاتی که میدید و امتحان پایانی خرداد روی برگتون هم، روی برگه های دروس پایانیتون دیگه، مثلا ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، دروسی که امتحان میدید 30% اهمیت داره. یعنی بچهای نمونه جدای از آزمون 70%شون آزمونه و 30% هم امتحان پایانی خرداد روی برگه براشون مهمه. مجموعاً میشه 100%. پس یک بار دیگه خلاصه بخوایم بگیم، برای مدارس سمپاد 50% استعداد تحصیلی، 50% آزمون هوش، و برای دانش آموزانی که میخوان برن مدارس نمونه دولتی 70% آزمون، یعنی 10%ش میشه هوش، 60%ش میشه خود استعداد تحصیلی، 10% تحلیلی، 60% تحصیلی و 30% هم امتحان پایانی خرداد روی برگه. امیدوارم که درست متوجه شده باشید چون خیلی اهمیت داره. خب بریم سوالات امتحانی.
ببینید سوالات امتحانی ریاضی، علوم، فارسی، هر کدوم تعداد سوال ضریب هر سوال هم نوشته. قرآن و پیام آسمانی و عربی 15 سوال، مجموعاً 75 سوال در واقع آزمون میاد و کلاً 75 دقیقه وقت دارید. حواسا جمع، هر سوال 1 دقیقه. 75 تا سوال. این استعداد تحصیلی دیگه، این قسمت بالا استعداد تحصیلیه، استعداد تحلیلی این پایینه، این استعداد تحلیلیه. پس این تعداد سوالات و 75 دقیقه هم وقت دارید. سوالات از محتوای کتاب‌های درسی پایه نهم سال تحصیلی 403 404 طراحی خواهد شد. اما استعداد تحلیلی 50 تا سوال 50 دقیقه. باز هم هر سوال 1 دقیقه بیشتر فرصت ندارید. ضرایب دروس هم که اینجا براتون نوشته شده، میتونید کاملا بر اساس این ضرایب و حالا تعداد سوالات تایمتون رو تنظیم کنید که بتونید به همه سوالات جواب بدید. خب بریم سراغ اولویت بندی. ببینید دوستان، شما در نمونه برگ تقاضای ثبت نامتون اولویت بندی باید انجام بدید. یعنی باید مشخص کنید کدوم مدرسه رو میخواید و بر اساس این، یعنی دقیقاً چیزی شبیه کنکور که ما میایم اولویت ها رو میذاریم. مثلا میگیم اولویت من اولی اینجا میشه، دومی اینجا میشه، سومی. اولویت بندی باید بکنید که کجاها رو میخواید اول، یعنی اولویت اول از دومی بهتره، دومی از سومی بهتره. شما برای مدارس سمپاد 4 تا انتخاب دارید. برای مدارس 4 تا انتخاب یعنی چی؟ یعنی رشته ریاضی، رشته تجربی، رشته انسانی و حالا عرض میکنم اگر رشته علوم معارف جز مدارس سمپاد باشه. یه انتخاب مدرسه نمونه دارید و 4 انتخاب فنی حرفه‌ای دارید. یه توضیح راجع به این 4 انتخاب سمپاد بدم باز مجدد. ببینید شما در انتخاب رشته مدارس سمپاد هیچ در واقع محدودیتی برای انتخاب رشته و مدرسه ندارید. هیچ مشکلی. شما 4 تا انتخاب سمپاد دارید. میتونید بگید که علوم تجربی ناحیه 1، علوم تجربی ناحیه 2، علوم تجربی ناحیه 3. ببینید میتونید یک رشته ولی 3 تا مدرسه رو انتخاب کنید، یا نه میتونید یک مدرسه و 3 تا رشته، 4 تا رشته رو انتخاب کنید. ریاضی ناحیه 1، علوم ناحیه 1، انسانی ناحیه 1. ببینید چند تا رشته در یک مدرسه و برعکسش چند مدرسه و یک رشته، هیچ فرقی نمیکنه. پس شما محدودیتی ندارید. مهم اینه که شما 4 تا انتخاب دارید. حالا هر جا که دیگه میخوای میتونی انتخاب کنی. مدرسه نمونه دولتی 1 انتخاب، فنی حرفه‌ای هم 4 انتخاب دارید که مدرسه نمونه دولتی باید در همون منطقه‌ای که در حال تحصیل هستید انتخابش کنید. خب ببینید شما تو اولویت بندی چندین اولویت دارید دیگه. حالا اگر که هم سمپاد اجازه داشته باشید، هم نمونه اجازه داشته باشید، هم فنی، مجموعاً میشه 9 انتخاب. اگر این تعداد انتخاب داشته باشید حالا به ترتیب میتونید بچینید دیگه، اما حواستون اینجا باشه اومدیم و اولویت دوم شما قبول شدید، سامان اولویت دوم شما رو قبول کرد. حواستون باشه دیگه اولویت بعدی شما بررسی نمیشه. یعنی توی اولویت بندی دقت کنید، سامان اینجا متوقف میشه، سامان دیگه از اینجا به بعد حرکت نمیکنه، اینجا متوقف میشه دیگه ادامه نمیده. پس حواستون باشه اگر یک انتخاب قبول شدید، انتخاب های بعد شما دیگه اصلا بررسی نمیشه، تمام. پس توی انتخاب هاتون دقت کنید کدوم مدرسه کدوم رشته رو اول میخوای، بعدش برو در واقع به ترتیب بچینید که انشالله بتونید یه انتخاب رشته خیلی خوبی داشته باشید. اولویت هاتون رو توی انتخاب رشته درست حتما انجام بدید، چون خیلی مسئله مهمیه. یه چند تا نکات بسیار مهم بخشنامه براتون بگم. به ازای هر پاسخ درست 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 نمره منفی آزمون داره. پذیرش دانش آموز در مدارس سمپاد و نمونه دولتی منوط به احراز شرایط ثبت نام در نمونه برگ هدایت تحصیلی در خرداد ماه می باشد. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی دانش آموز اگر در خرداد ماه هدایت تحصیلی هاشور بخوره، حتی اگر آزمون ورودی هم قبول بشه، اجازه ثبت نام ندارد. نکته خیلی مهمتر گفته در خرداد ماه،
یعنی فرض بر این که خرداد حالا حاشور شدید، شهریور امتحان بدید بیارید، در واقع ثبت نام شما لغو میشه، اصلا اجازه ثبت نام ندارید. شرایط ورود به رشته رو در خرداد ماه باید کسب کنید، نه در شهریور. اگه خرداد حاشور خوردی توی اون رشته و همون رشته هم در آزمون‌های ورودی قبول شدی، اجازه ثبت نام نداری، حتی اگر آزمون قبول بشی. حتما در هدایت تحصیلی باید حالا الف یا ب بودن مشخص نیست، ولی احتمالاً بتونید حالا هم الف هم ب ثبت نام کنید. ولی خب توصیه اینه که جوری انشالله مطالعه کنید و امتحانها رو پیش ببرید که انشالله الف رو بیارید که دیگه به مشکلی نخورید. ولی خب احتمالاً ب هم بتونید ثبت نام کنید چون شرایطش رو آوردید. ولی خب شرط بعدی اولویت ب میشه وجود ظرفیت دیگه. ولی خب حالا تمام تلاشتون رو برای الف داشته باشید، نه ب. تغییر رشته پذیرفته شدگان مدارس سمپاد یعنی چی؟ تغییر رشته پذیرفته شدگان مدارس سمپاد فرض بر این که شما علوم تجربی مدرسه سمپاد رو قبول شدید. خب تغییر رشته و ثبت نام ایشان در رشته غیر از رشته پذیرفته شده ممنوع، اجازه تغییر رشته نداری. علوم تجربی سمپاد قبول شدی، میخوای بری انسانی سمپاد، نمیتونی بری. شما علوم تجربی سمپاد رو قبول شدی، نه انسانی نه ریاضی. هر رشته‌ای که قبول شدی همونو باید ثبت نام کنی. اینجوری نیست که شما انسانی قبول بشی بعد بگی من میخوام ریاضی ثبت نام کنم. نه، تغییر رشته نداریم. سهمیه روستایی، خوب دقت کنید شاید مبتلا به باشه. سهمیه روستایی شامل داوطلبانیه که حداقل 2 سال تحصیلی دوره اول متوسطه‌شون رو در مدارس روستایی گذرونده باشن. یعنی الان اگر در مدرسه شهری دارید دانش آموز داره درس میخونه، شامل سهمیه روستایی نمیشه. اگر میخواد شامل سهمیه روستایی بشه حتما کد مدرسه متوسطه اولش باید کد مدرسه روستایی باشه. یه نکته تو پرانتز بگم، ملاک منطقه محروم نیست، ملاک کد مدرسه است. کد مدرسه اگر روستایی باشه و 2 سال تحصیلی دوره اول متوسطه شو دانش آموز در اون کد مدرسه، اون مدرسه یا روستایی گذرونده باشه، دانش آموز سهمیه روستایی شاملش میشه. ملاک تعیین سهمیه روستایی محل استقرار دبیرستان متوسطه اوله، نه منطقه محروم. انتقال و جابجایی دانش آموز در مدرسه نمونه دولتی و سمپاد در سال اول پذیرش ممنوع. شما نمیتونید سال اولی که قبول شدید تقاضای جابجایی و انتقال بدید. ولی خب الان اگر که این مورد مبتلا به هست میتونید بخشنامه آزمون‌های ورودی رو با جزئیاتش در این قسمت مطالعه کنید. دانش آموزان هر منطقه فقط میتوانند مدرسه نمونه دولتی همان منطقه رو انتخاب کنند. این منظور شاخه نظریه دیگه، شاخه فنی اینجوری نیست. توی شاخه نظری اینجوریه، ولی شما هنرستان ها رو میتونید جای دیگه هم انتخاب کنید. ولی دانش آموزان هر منطقه برای مدرسه نمونه دولتی شاخه نظری فقط میتونن همون منطقه رو انتخاب کنن. دانش آموز فقط در یک اولویت انتخاب خواهد شد. توضیح دادم خدمتون، اگر اولویت اول، دوم، سوم هر اولویتی یکی از اینها رو اولا قبول خواهید شد، فقط یه دونش. اینجوری نیست که شما مثلا 8 تا انتخاب دارید ببینید مثلا 4 تاشو من قبول میشم، نه، یه دونش انتخاب میشی، یکی فقط. و وقتی هم یکی از اون اولویت ها رو قبول میشی، بعد از اون هر چی اولویت زده باشی دیگه اصلا بررسی نمیشه. اگر دانش آموزی در رشته فنی قبول بشه، خوب دقت کنید، در تکمیل ظرفیت نظری دیده نخواهد شد. یعنی چی؟ شما رشته هاتون رو چیدید، قشنگ از بالا اومدید پایین. خب اولی گفتی علوم انسانی مدرسه نمونه میخوام، دومی رو گفتی مثلا مکانیک فنی، تا همینجا. اگر رشته اول علوم انسانی رو قبول نشی و بره رشته دوم فنی قبول بشی، اگر احیانا مدارس در واقع نظری، شاخه نظری تکمیل ظرفیت نیاز باشه، تکمیل ظرفیت بدن، بگم دانش آموز ما هنوز تکمیل نشده، دانش آموز میپذیریم. چون شما قبولی رشته فنی هستی، دیگه در تکمیل ظرفیت شاخه نظری یعنی انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک دیده نمیشی. دانش آموز اگر قبول بشه تموم، اسمش حذف میشه. ولی اگر قبول نشی ممکنه توی تکمیل ظرفیت دیده بشی. حواستون باشه پس اگر
فنی رو میخواید انتخاب کنید، ممکنه شما دوست نداشته باشید، همینجوری انتخاب نکنید، ممکنه. ببین اینا همش احتماله، هیچ قطعیتی وجود نداره. ولی خب این نکته رو در خود بخشنامه ذکر شده بود، من گفتم خدمت عزیزان حتما توضیح بدیم که در جریانش باشید. پس اگر دانش آموزی در رشته فنی قبول بشه، در تکمیل ظرفیت نظری دیده نخواهد شد. اما سهمیه ها قضیهش از چه قراره؟ یه سهمیه توضیح بدم. یه سهمیه ایثارگری داریم، 70% نمره آخرین فرد قبولی رو دانش آموز باید کسب کنه. آخرین فرد قبولی 70% اون نمره رو دانش آموز باید کسب کنه، سهمیه ایثارگری شاملش بشه. سهمیه هم در خود سامانه باید انتخاب کنید، یه قسمتی داره باید تایید کنید. فکر میکنم حالا موقع ثبت نام همه اینا نمایش داده میشه بهتون در اون فرم تقاضای ثبت نامتون. سهمیه روستایی که گفتیم محل استقرار مدرسه و کد مدرسه ملاکه. و سهمیه همزاد دو قلوها، اگر قل اول در صورت قبولی قل اول و یه شرطی هم داره، در صورتی که قل دوم در هیچ رشته، شرط اول اینه، در هیچ رشته‌ای پذیرفته نشده باشه و 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده رو کسب کنه، میتونه از سهمیه قل اول استفاده کنه. پس سهمیه همزاد چی شد؟ قل اول یه مدرسه قبول میشه، ای تا اینجا. قل دوم در یک صورت میتونه از این سهمیه قل اول هم استفاده کنید، دوتاشون یه جا برن، یه رشته برن، یه مدرسه برن. در چه صورتی؟ در صورتی که هیچ رشته‌ای خودش قبول نشه. این شرط اولشه، هیچ رشته‌ای قل دوم قبول نشه و قل دوم باید 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده رو کسب کنه. یعنی 80% آخرین فردی که قبول شده رو بیاره میتونه از سهمیه قل اول استفاده کنه. اما قل اول رشته ریاضی سمپاد قبول میشه، قل دوم ریاضی نمونه دولتی قبول میشه. خب اینا دیگه قبول شدن، تمام. امکان جابجایی نیست که قل دوم بیاد پیش قل اول یا برعکسش، به هیچ عنوان. قل اول منطقه 1 قبول میشه، قل دوم منطقه 3 قبول میشه، اینا بیان کنار هم. نه، دانش آموز قل دوم قبولی رشته‌ای هست، امکان جابجایی اینها وجود نداره. در صورتی که هیچ رشته‌ای قبول نشه و 80% آخرین فرد پذیرفته شده رو کسب کنه، میتونه از اون سهمیه قل اول استفاده کنه، سهمیه همزاد استفاده کنه. در واقع سهمیه فرزندان رزمنده و فرزندان فرهنگیان هم طبق گفته مسئولین استانی نداریم، سهمیه نداریم. این هم از آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی که سعی کردم تمام مطالب رو پوشش بدیم، ولی حتما توصیه میکنم خودتون بخشنامه رو یک بار از ابتدا مطالعه کنید. خیلی میتونه بهتون کمک کنه با جزئیات بخشنامه آشنا بشین. من تمام تلاشم بود که خود بخشنامه رو کامل براتون بگم، ولی ممکنه قسمت‌هایی از قلم افتاده باشه یا قسمت‌هایی رو نگفته باشیم. حتما خودتون مطالعه کنید که انشالله بتونید با اشراف کامل بر بخشنامه و برنامه‌ریزی که انشالله برای آزمون‌های ورودی می‌کنید، انشالله در یکی از رشته‌های مدرسه سمپاد و نمونه دولتی و رشته‌ای که بهش علاقه دارید، مدرسه‌ای که دوست دارید قبول شید، انشالله پذیرفته بشید و انشالله که هر جا که هستید موفق و سربلند و پیروز باشید. یا علی، خدا نگهدار.